سلام، اینجا کافه روانه، جایی برای آرامش، آگاهی و رشد. توی کافه روان کتاب 6 ستون عزت نفس اثر دکتر ناتانیل براندن رو با هم بازخوانی میکنیم. شما دارید به اپیزود دوم این پادکست با عنوان اضطراب خوشبختی گوش میدید. در برابر سعادت و خوشبختی هیچ مانعی بزرگتر از ترس از عشق وجود نداره. به طور کلی و به نظر من در برابر سعادت و خوشبختی ما هیچ مانعی بزرگتر از خودمون نمیتونه وجود داشته باشه. فردی که خودش رو لایق عشق ندونه معمولاً افرادی رو برای رابطه انتخاب میکنه که اون رو ترک کنن. اگر هم فرد مناسبی رو انتخاب کنه رفتارهایی رو از خودش بروز میده که طرف مقابل رو مجبور به طردش کنه. شاید این جوک معروف گروچو مارکس رو شنیده باشید که میگه من هرگز عضو باشگاهی نخواهم شد که میخواهد مرا به عضویت خود درآورد. اگر شما عاشق من هستید واضحه که لایق من نیستید و یعنی من رو از خودتون میروندید. این اسمش اضطراب خوشبختیه. چی شد دقیقاً؟ ما تا الان فکر میکردیم که فقط قرار گرفتن توی موقعیت‌های بدتر ما رو مضطرب میکنه، ولی ظاهراً قرار گرفتن توی موقعیت‌های بهتر از پیش هم باعث میشه که ما مضطرب بشیم. این حالت کاملاً ناخودآگاهه و ممکنه بر اساس سبک‌های دلبستگی ما یا طرحواره‌های کودکیمون اتفاق بیفته. از دیدگاه مکتب اگزیستانسیال حقیقت محض وجود نداره، بلکه این نگرش ماست که وجود داره. فردی که خودش رو لایق عشق نمیدونه اگر توی رابطه به اصطلاح 10 از 10 هم قرار بگیره رفتارهایی رو از خودش بروز میده تا اون رابطه از هم فرو بپاشه. در واقع جوری رفتار میکنه که واقعیت با نگرشش همخوان بشه. یعنی شاید واقعیت نیاز به دستکاری و تغییر داشته باشه، اما دانسته های اون نباید هیچ تغییری بکنه. این آدمی که ازش صحبت میکنیم فرد عجیب و غریبی نیست. شاید خود ما باشیم. ما آدم ها یا افراد هم سطح خودمون رو انتخاب میکنیم یا افراد رو هم سطح خودمون میکنیم. چند تا مثال میزنم تا با این وضعیت و حالت بیشتر آشنا بشیم. مثال اول راجع به کسیه که حس ارزشمندی پایینی داره، خلأ ارزش داره یا به اصطلاح از عقده حقارت رنج میبره. حالا تصور بکنید چنین فردی با یک آدمی برخورد میکنه که نسخه موفق و پرفکت و عالی خودشه، یعنی اصلا میگه من باید این میشدم. حسی که بهش دست میده و فعل و انفعالاتی که داخل ذهنش اتفاق میفته جالبه. پس اینجا یه فاصله‌ای وجود داره و حالا اون فرد مورد نظر ما واسه اینکه اون فاصله رو از بین ببره، واسه اینکه اون خلأ رو از بین ببره ممکنه شروع کنه بدگویی کردن نسبت به اون فرد یا مثلا سنگ اندازی کردن یا اینکه جلوی قدرت نمایش رو میگیره، جلوی رشدش رو میگیره، جلوی دیده شدنش رو میگیره. یعنی اصلا به خاطر اینکه اون فرد رو تحسین میکنه این کارها رو انجام میده. اگه اون فرد در نظرش آدم مهمی نباشه اصلا نیازی نیست این کارها رو انجام بده. این کارها رو انجام میده که اون رو هم سطح خودش بکنه. یه مثال دیگه که شاید برای خودمون هم اتفاق افتاده باشه. بعد از تلاش‌های فراوان بالاخره به اون موقعیت یا رابطه‌ای که آرزوشو داشتیم میرسیم، اما همچنان حس میکنیم که یه جای کار میلنگه، یه چیزی کمه این وسط. اما غافل از این که اون چیزی که کمه ظرفیت ما برای خوشبختیمونه. ما باید ظرفیت خوشبختیمون رو داشته باشیم. ما باید ظرفیت موفقیت هامون رو پیدا بکنیم قبل از اینکه به موفقیت دست پیدا کنیم. عزت
عزت نفس 2 مؤلفه اصلی داره به نامهای خودکارآمدی و حس ارزش خوشبختی داشتن که تا حدودی باهاش آشنا شدیم. خودکارآمدی یعنی به توانایی‌های ذهنیمون اعتماد داریم، تلاش میکنیم و بر اساس همون تلاش انتظار موفقیت هم داریم. یکی از مواردی که باعث میشه این حس یا مهارت در ما تقویت بشه، محیط امن و قابل پیشبینی خونه هست که این به دوران کودکی برمیگرده. زمانی که کودک ببینه هر عملی که انجام میده عکس‌العمل خاصی رو توی والدینش ایجاد میکنه، کم کم به این نتیجه میرسه که جهان از یک نظمی برخورداره و به این باور میرسه که اگر تلاش بکنه و البته شانس هم یارش باشه میتونه به اهداف و خواسته هاش برسه. اما اگر مراقبین از ثبات هیجانی و رفتاری خوبی برخوردار نباشن، کودک در نتیجه گیری دچار مشکل میشه و هر لحظه باید به این فکر بکنه که هر کاری که انجام میده چه نتیجه‌ای براش داره، چه عواقبی براش داره و این باعث میشه که ذهنش همیشه در حالت بقا بمونه و همین باعث میشه که خودکارآمدی اصلا توش تقویت نشه. مؤلفه بعدی حس ارزش خوشبختی داشتنه، یعنی این که خودمون رو با زندگیمون هماهنگ میدونیم، یعنی بلا استثناء این حس رو داریم که زندگی و سعادت ما ارزش حمایت، حفاظت و تقویت رو داره و اینکه ما فردی هستیم مستحق احترام دیگران با وجود تمام نقص‌ها و کاستی‌هایی که داریم، با وجود تمام خصوصیات خوب و بدی که داریم. یه ویژگی اخلاقی که به حس ارزشمندی مربوطه غرور هست. توی فرهنگ ما از غرور به عنوان یه خصلت منفی یاد میشه. اما حالا میخوایم این ویژگی رو باز تعریف بکنیم تا ببینیم آیا واقعا غرور بده یا خوبه. غرور پاداش احساسی موفقیته. یعنی وقتی کسی توی کاری که خیلی خیلی دوستش داره موفق میشه، دوست داره موفقیتش رو همه جا جار بزنه، دوست داره به همه بگه که چی کار کرده. این اسمش غروره. غرور یه رذیلت نیست که بخوایم بهش غلبه کنیم، بلکه فضیلتیه که باید بهش دست پیدا کنیم. پس تا اینجا غرور اصلا چیز بدی نیست و اتفاقا خیلی هم خوبه. پس چرا میگن غرور چیز بدیه؟ آره غرور بده، اما از نوع کاذب و دروغینش. حالا به این مثال گوش بدید تا متوجه بشید که غرور کاذب چطور شکل میگیره. موقعیتی رو تصور کنید که کسی به خاطر اصرار واضح پدر و مادر یا صدای درونی اونها که هنوز داره توی ذهنش پژواک میشه به تجارت روی میاره، برخلاف میل خودش. از بیرون اگه نگاه بکنید به نظر میرسه که این فرد یه ناراحتی داره. منظور ناراحتی از جنس غم نیست، انگار که واقعا توی موقعیت خودش نیست، انگار جایی که باید باشه نیست. شاید هم واسه خودش یه غرور ساختگی دست و پا بکنه، اما اون فرد زندگی خودش رو زیست نمیکنه. چرا احساس خوبی نداره؟ برای اینکه از کیسه عزت نفسش خرج کرده تا به جایی که الان در اون قرار داره برسه. به خاطر اینکه پا روی ارزش و عزت نفس خودش گذاشته تا رویاهای دیگری رو محقق کنه. در آخر هم واسه خودش این سوال پیش میاد که من که خیلی توی کار خودم موفقم، پس چرا احساس غرور و افتخار نمی کنم؟ چرا لذت نمی برم؟ این حسی که داره اسمش غرور کاذب هست. اپیزود دوم کافه روان بود. امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. ما رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید و به دوستاتون هم معرفی میکنید. آرامش سهم قلب هاتون باشه.